چرا این روزا حالمون بده؟ اصلا چی میتونه حالمون رو خوب کنه؟ احتمالا خیلی وقتا دنبال این میگشتی که با هر ترفندی که شده حالت رو تغییر بدی. شاید کلی هزینه کردی ولی فقط برای چند روز یا حتی چند ساعت فقط حالت خوب شده. و امروز توی این ویدیو من قصد ندارم مثل خیلی حرفای تکراری بزنم و یا راه حلای تکراری بدم برای اینکه بخوام حالت رو برای فقط مدتی خوب کنم. پس قبل از دیدن این ویدیو اول یه امتیاز به حال خودت بده و همراه هم باش. دوست دارم وقتی به انتهای ویدیو رسیدی دوباره به خودت یه امتیاز بدی و اون رو برام کامنت کنی. تا حالا پیش اومده افکار غالبت رو بشناسی؟ یعنی توی طول روز بیشتر به چی فکر میکنی و اون نشخوار ذهنی تو چیه؟ اگه میخوای پیداش کنی میتونی یه دفتر یادداشت تهیه کنی و هر موقع فکری اومد سراغت اون رو بنویسی و بعد چند روز متوجه میشی که بیشتر مواقع به چه چیزایی فکر میکردی. حالا این موضوع رو نگه دار، آخر ویدیو بهت میگم باهاش چیکار کنیم. اول بریم یکی از اصلی ترین دلایل حال بد رو بشنویم. این روزا سوشال مدیا شاید برای خیلیا سودآور بوده ولی برای خیلیای دیگه هم باعث به هم خوردن زندگی و دلیلی برای افسردگی شده. یه سری از آدما با نشون دادن زندگی‌های زرق و برقدار توی فضای مجازی که اکثریت اونها برای جذب مخاطب بوده و درون زندگی خودشون مشکلات و مسائلی دارن که هیچ وقت نشون نمیدن، باعث شدن خیلیا غصه بخورن که چرا مثل این آدما نیستن و این مقایسه باعث شده حال روحیشون بد بشه و مدام از خودشون و زندگیشون ناراضی باشن. انسان وقتی حالش بده که فراموش میکنه چه چیزایی داره. اگه همین الان داری این ویدیو رو میبینی یعنی امکاناتی داری که خیلی از آدما تو دنیا ندارن. اگه صدای من رو میشنوی یعنی گوشای سالمی داری و خیلی چیزای دیگه که میشه دونه دونه شمرد و بابتش خوشحال بود، چون توی دنیا آدمایی هستن که در همین لحظه ممکنه درگیر سلامتیشون باشن یا خیلی مشکلات دیگه. اگه فقط همین یک کار رو که دیدن نعمت‌هایی که خدا بهت داده رو هر شب انجام بدی، بهت قول میدم حال روحیت خیلی بهتر میشه. و نکته جالبی که این کار داره اینه که ایده های زیادی به ذهنت میاد که اگه انجامشون بدی میتونه تو رو توی مسیر بهتری بندازه. پس هیچ وقت خود با ارزشت رو با هیچ آدم دیگه مقایسه نکن و فقط برای بهتر شدن خودت و پیدا کردن رسالت خودت توی دنیا تلاش کن. حتی اگر روزی 5 دقیقه باشه، چون خیلی ها حتی حاضر به شروع کردن نیستن. پس تو از خیلی ها جلو میافتی و یادت باشه زندگی ظاهری دیگران رو نمیتونی قضاوت کنی، چون خیلی ها تلاش میکنن خودشون رو آدم موفقی نشون بدن تا بتونن از این راه توجه ها رو به خودشون جلب کنن. اما یادت باشه آدم موفق هیچ نیازی نداره که بخواد جلب توجه کنه. اون هدفهای والاتر و ارزشمندتری داره. حالا کاری که قراره با دفترچه بکنیم اینه که وقتی افکار غالبمون رو پیدا کردیم بهشون فکر کنیم که چطور باهاشون برخورد کنیم. بعضی از افکار ما مربوط به گذشته است و اتفاقات ناخوشایند گذشته که واقعا هم فکر کردن بهشون هیچ فایده‌ای نداره و بهترین کار هوشیار بودن بهشونه که هر وقت این افکار اومدن حواسمون باشه و در اون لحظه سعی کنیم آگاهانه اون رشته افکار رو قطع کنیم. مثلا اسم خودمون رو صدا بزنیم و بگیم لطفاً برنگرد به گذشته، چون اتفاقات خوبی نمیفته. با این فکرها و به چیزی سرمون رو گرم کنیم که اون فکر رو قطع کنیم. بعضی فکرها نگرانی و استرس برای آینده است. ببینیم اگه میشه کاری کرد شرایط بهتری رو رقم زد برای آینده که استرس کمتر بشه، چه کاریه و براش اقدام کنیم. حتی خیلی کم. چون وقتی اقدام میکنی استرس خودش کم میشه. و اگه جز کارهاییه که از دست ما خارجه، من پیشنهادم اینه که به خدا ایمان داشته باشیم و به جهان اعتماد کنیم و کارها رو به اون بسپاریم. اینطوری آرامش بیشتری داریم. امیدوارم این ویدیو بتونه بهت کمک کنه تا زندگی بهتری رو که لایقشی رو تجربه کنی. ممنونم که همراه هم بودی. نمره به حالت یادت نره.